عبدالقادری رستم نویسنده و محقق تاجیک که هر ماه به پسر دانشجویش به روسیه پول میفرستد میگوید این بار در دو بانک امانت بانک و ایمان اینترنشنال به او گفتند باید روبل روسی بیارد. سامانی را قبول نمیکنند. ولی من به ایشان گفتم که خب شما که اجازه پولهایی که مردم از روسیه میفرستند اجازه نمیدید با روبل روسی پرداخت بشد، با جای اون سامانی میدید و در این گونه موارد ما باید از کجا خریداری بکنیم چون در دست مردم اصلا وجود ندارد. گفتم متاسفانه نمیدونیم این مشکل رو ما نمیتونیم حل بکنیم و ما تنها این رو میدونیم که به ما کنورتاسیون سامانی با روبل رو منع کردند. در روسیه صدها دانشجوی تاجیک با کمک مالی خانواده‌های خود در تاجیکستان زندگی و تحصیل دارند. مشکل در انتقال پول با اسعار ملی بیشتر به این پدران دردسر ایجاد میکند. خب ببینید تا 2 سال قبل مثلا در دوشنبه صرافی‌های زیادی بود. هر وقت می‌خواستی می‌رفتی یا دلار می‌خریدی یا روبل می‌خریدی اونجا. الان که مثلا خود بانک ملی فعالیت صرافی‌های خصوصی را منع کرد و این صرافی‌ها را به اختیار بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی داد. پس اینا موظفن که به مردم بفروشند. خب یعنی ما رو در میان 4 دریا تخته‌بند کردن و باز میگن دامان تر مکن. مسئولین برخی از بانک‌های تجارتی و دولتی میگویند منع قبول سامانی برای انتقال ارز به خارج تصمیم موقتی است و کمبود ارز خارجی در خزینه بانک سبب آن بوده است. حالا ما در نزد یکی از مرکزهای خدمت‌رسانی بانک اسخط قرار داریم. مسئولین این بانک هم در صحبت با ما گفتند سبب اصلی خودداری کردن از تبادل اسعار یا کنورتاسیون از ضمن انتقال پول به روسیه نبود مبلغ در خزینه‌های بانک است و مردمی هم که حالا پشت در بانک جمع آمدند اگر برخی برای قبول پول از خارج کشور آمده باشند برخی دیگر انتظار انتقال مبلغ به کشورهای دیگر از جمله روسیه هستند. تقریبا 1 سال پیش نظام انتقال روبل روسی به تاجیکستان تغییر کرد. هر یک روبل روسی را بانک‌ها به مشتریان به سامانی بدل کرده می‌دادند. این به اسعار دیگر دخل نداشت. برعکس این مشتریانی که می‌خواستند به خارج پول فرستند با سامانی می‌سپردند و بانک آن را به ارز خارجی تبدیل داده انتقال می‌داد. برخی از مشتریان بر این باورند که بانک‌ها به خاطر فایده بیشتر سامانی را کنورتاسیون نمی‌کنند. من فکر می‌کنم این به فایده بانک‌ها است و بانکداران هم مخصوص برای مشاهده کرده باشند که از همین حساب فایده بگیرند، از همین حساب یک کمبود خودشان درست کنند. دیگر ساکنان را وضع دانشجویان به اضطراب آورده است و طلب دارند بانک ملی تاجیکستان این مشکل مردم را حل کند. در بسیار دولت‌های گویم که خارج از کشور ما از جمله روسیه گویم که خطای دیگر دولت‌ها زیاده از 30,000 دانشجو تحصیل می‌کند. خب اکثریت و شاید کار نمیکنه در اونجا مثلا مبلغ از همه خود تاجیکستان روان میکنن. چیکار میکنه وقتی که بگیم که یک دانشجو جوان است پول نمیتونه دسترس کردن شاید به یگان راههای دزدی و دیگر دست شاید مثلا با اون واسطه دیگر بگیم که پول مبلغ به دست بیارد. بانک ملی در این مورد یگان سفارش یا دستور نداده است. مسئولین این بانک میگوید بعد از سر زدن شکایت ها از سوی مردم آنها به تفتیش این مسئله شروع کردند و گفته این مسئولین بانک ملی بانک های دیگر احتمالاً خودسرانه چون این تصمیم گرفتند. ایده از اقتصاددان های تاجیک بر این باورند که مشکل در کنورتاسیون میتواند به آبروی بانک ها تاثیر رسانده اعتماد به آنها میکاهد. خوب میشد که بانک ملی جمهوری تاجیکستان سر این مسئله چاره‌ای ضروری میانداشت تا اینکه پیش روی چنین بگیم عملهای ناسالمی که بانک‌ها با وجود آوردن گرفته میشد و سبب این هم در معلوم است چون که وقتی که سیاست درست پولی مالی رو برا نمیمونند در بانک‌ها آن با مفلس شوی آورده میرسه با نافهمی خود مشتریان و بانک آورده میرساند و این یک بار دیگر نشان میدهد که در نظام بانکی ما شخصان کسبی کم هستند. مشکل نوبتی بانک ها انیقترش کمبود دریافت پول روسی و منع شدن کنورتاسیون یا تبدیل اسعار ضمن انتقال پول در حالی است که طبق آمار رسمی بیش از 20,000 دانشجوی تاجیک حالا در دانشگاه‌های مختلف روسیه تحصیل می‌کنند و انتقال پول از تاجیکستان به روسیه هم معمولاً محض برای این قشر صورت می‌گیرد.